3 میلیون ویو، 5 میلیون ویو، 9 میلیون ویو. تقریباً بعد از 1 سال از شروع ساخت شورت ها بالاخره تونستم فرمولی پیدا کنم که همیشه باعث وایرال شدن ویدیوهام بشه و امروز میخوام همون دانش رو بهت منتقل کنم. این ویدیو یه آموزش سطحی نیست که فقط بگم برو فلان نیچ رو انتخاب کن یا از فلان هشتگ استفاده کن. نه، اینجا قراره دقیقاً همون فرمولی رو یاد بگیری که کریئتورهای بزرگ استفاده میکنن تا تمام شورتاشون بتره کنه. پس با دقت گوش بده، اگه خواستی یادداشت بردار و بزن بریم. قبل از اینکه یاد بگیریم چطور الگوریتم یوتیوب رو بشکنیم، باید اول درکش کنیم و از همه مهمتر بدونی که الگوریتم نه تصادفیه و نه به شانس ربط داره. الگوریتم فقط و فقط بهترین و جذابترین محتوا رو نشون میده. پس اگه شورت‌هایی بسازی که جذاب و پر از نگهداری مخاطب باشن، وایرال شدنت تقریباً تضمینیه. برای اینکه ثابت کنم راست میگم، برگردیم به همون اول کارم. وقتی تازه شروع کرده بودم به ساخت شورت، هیچ ایده‌ای نداشتم چی کار دارم میکنم. ویدیوهام حتی به 100 ویو هم نمیرسیدن. اما من مدام در حال بهتر کردن محتوای خودم بودم تا اینکه بالاخره تونستم به موفقیت برسم. فکر کنم حدود 4 ماه طول کشید تا به 10,000 سابسکرایبر برسم. ولی حالا جالبه بدونی توی کانال بعدیم فقط در 3 هفته به 10,000 ساب رسیدم. چون این بار تجربه داشتم و میدونستم چطور محتوای بهتری بسازم. پس باور کن وقتی میگم الگوریتم همیشه محتوای خوب رو تشخیص میده و اون رو میبره بالا. و اگه دقیقاً همون چیزایی رو که بهت میگم اجرا کنی، تو هم خیلی زود اینو تجربه میکنی. اما حالا برسیم به اولین قدم مهم، موضوع جذاب. همه چی از یه موضوع جالب شروع میشه. هیچ ویدیویی بدون یه موضوع درست و حسابی وایرال نمیشه. پس قبل از هر چیز به این فکر کن. مخاطب هدف من کیه؟ اونها دنبال دیدن چی هستن؟ الان چه نوع ویدیوهایی توی این نیچ خوب عمل میکنن؟ یکم وقت بذار و این سوالها رو بررسی کن. من حتی پیشنهاد میکنم بری سراغ کانالهای بزرگ در نیچ خودت و ببینی چه ویدیوهایی براشون ترکیده. مثلا یک کریئتور رو پیدا کردم که بهترین مثال برای این موضوعه. اگه به شورت‌های پربازدیدش نگاه کنیم، می‌بینی که همشون برای مخاطب‌های کم سن و سال، مخصوصاً بچه‌های مدرسه‌ای ساخته شدن. اما وقتی رفت سراغ موضوعاتی که به اون سن و سال نمیخورد، ویوهاش به شدت افت کرد. و حالا اگه به جدیدترین شورتش نگاه کنیم، دوباره ویوها بالا رفته چون برگشته سراغ مخاطب اصلی خودش. پس همیشه یادت باشه بدون که مخاطبت کیه و چی میخواد تماشا کنه. فقط با همین کار ایده‌هات 10 برابر بهتر از قبل میشن. اما هنوز تموم نشده. یه نگاهی بنداز به این شورت. Mr. Beast shares the key secret to his success on YouTube, and it's not what you would expect. Like, all you need to do, this applies to people who have not uploaded videos but have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos and improve something every time. Do that. And then... هنوز 20 ثانیه دیگه ادامه داره، ولی همینجا نگهش داریم. به نظرت چی اشتباه پیش رفت؟ موضوع خودش بد نبود، حتی تا حدی جالب بود و مخاطب احتمالاً اوایل موند تا ببینه چی میشه. اما با این حال، این شورت هیچ وقت نمیتونست موفق بشه، چون خالقش یه اشتباه خیلی بزرگ کرد. همون اشتباهی که شاید تو هم داری انجام میدی. برای 1 دقیقه خودتو جای بیننده این ویدیو بگذار. موضوع ویدیو از همون اول معرفی شد. آقای بیست چطور موفق شد؟ ما کنجکاو شدیم، موندیم تا جوابش رو بدونیم. اما فقط 5 ثانیه بعد دقیقاً همون چیزی که دنبالش بودیم رو فهمیدیم. آقای بیست راز موفقیتش رو گفت. پس دیگه هیچ هیجانی برای ادامه نداشتیم و خیلی راحت اسکرول کردیم و رفتیم سراغ ویدئوی بعدی. اشتباه بزرگی که این کریئتور مرتکب شد این بود که خیلی زود جواب رو داد. در حالت ایدئال راز اصلی باید در آخر ویدیو فاش بشه تا بیننده مجبور بشه تا آخر بمونه و بفهمه نتیجه چی میشه. این مثال نشون میده که فقط موضوع جذاب کافی نیست، بلکه نحوه ارائه و اجرای اون موضوع هم به همون اندازه مهمه. اگه میخوای به راحتی محتوای وایرال بسازی، باید یه چیز بزرگ رو یاد بگیری: ویرایش و ساختار. ویرایش یعنی چطور ویدیو رو نشون میدی، مثل برش‌ها، سرعت و زیرنویس‌ها. ساختار یعنی چطور داستان رو میسازی، مثل روایت،
کشش داستانی و پرداخت نهایی. اگه یاد بگیری این دوتا رو با هم ترکیب کنی، تقریباً هر ویدیویی که میسازی وایرال میشه. من خودم برای این کار از یه سیستم استفاده میکنم به نام HPC که الان برات قدم به قدم توضیح میدم. H قلاب 5 ثانیه اول. شورت هات مهمترین بخش کل محتواست. قلاب باید موضوع ویدیو رو معرفی کنه، ولی طوری که بیننده پر از سوال بشه. یه نمونه از یک کریئتور با بیش از 70 میلیون ویو رو ببین. بیای تجزیه‌اش کنیم. ریتم سریع و پر انرژی بدون مکس، موسیقی هیجان انگیز، کپشن روی صفحه و از همه مهمتر کلی سوال تو ذهن ما ایجاد کرد. چطور قراره وسط بیابون برف پیدا کنه؟ از کجا قراره برف بیاره؟ اصلاً چطوری وسط بیابون برف بازی میتونه کنه؟ همین سوالات باعث میشن ما ادامه بدیم ویدیو رو ببینیم. پی پروگرسیون، پیشرفت داستان، حالا کریئتور ادامه میدهد. اینجا خیلی گرمه. شنها گوله نمیشن و ما هم برف نداریم. پس با دوستم کولر رو برداشتیم و راهی کوه‌ها شدیم. میبینی؟ داستان داره جلو میره و دقیقاً همون وعده‌ای که اول داده بود رو دنبال میکنه. اون گفت میخوام وسط بیابون برف بازی کنم و حالا داره نشون میده چطور میره دنبال برف. تصور کن اگه همینجا میگفت باشه بریم دنبال برف و بعد بره ماشینشو باز کنه و یه کولر پر از یخ بیاره بیرون. فاجعه میشد چون ما احساس فریب خوردگی میکردیم. پس همیشه مطمئن شو که مقدمه ی ویدیو با ادامه ی محتوا همخوانی داره. CC اوج لحظه‌ایه که مخاطب بالاخره اون چیزی رو که دنبالش بود میبینه. در این مثال یعنی برف بازی وسط بیابون. Now there's only one thing that two men can do with a cooler full of snow. Throw it at each other. پایان قشنگ و راضی کننده. این ویدیو از هر نظر عالی بود. ویرایش متناسب با سبک محتوا، موسیقی درست، شوخی‌های کوتاه و جذاب، روایت داستانی قوی. حتی اگه نیچت با این آدم فرق داره، اگه همین اصول رو تو محتوای خودت پیاده کنی، خیلی زود شورتات میتونن صدها هزار ویو بگیرن. و یادت نره، هیچ وقت از الگو گرفتن از کریئتورهای موفق نترس. یاد گرفتن از بهترین‌ها یکی از مهمترین قدم‌ها برای پیشرفت در ساخت شورتاته. تا اینجای کار حالا دیگه باید بدونی چطور یه شورت خوب بسازی. اما هنوز کارمون تموم نشده. چون خیلی‌ها بدون اینکه بدونن خودشون دارن باعث میشن ویوهاشون محدود بشه. چرا؟ چون به یه سری جزئیات مهم در زمان انتشار ویدیو توجه نمی‌کنن. و نه، منظورم هشتگ یا عنوان نیست. اون فقط نوک کوه یخه. یادمه تو یکی از کانال‌های قبلی شورتام داشتم با انتشار ویدیوها آزمایش می‌کردم. می‌خواستم بدونم بهترین زمان و تعداد پست گذاری چیه. نتیجه‌ها واقعاً جالب بودن. اول از همه روز هفته اصلاً مهم نبود. من ویدیوهایی داشتم که در هر روزی از هفته هم موفق می‌شدن و هم شکست می‌خوردن. اما چیزی که واقعاً مهم بود زمان انتشار بود. متوجه شدم وقتی صبح‌ها پست می‌ذارم، ویوها به طور قابل توجهی بیشتر نسبت به بقیه زمان‌ها. ولی این به این معنی نیست که تو هم باید صبح پست بذاری. چون هر کانال مخاطب خودش رو داره. بذار نشونت بدم چطور زمان مناسب خودتو پیدا کنی. برو به بخش انالیتیکس در یوتیوب استودیو. بعد روی آدینس کلیک کن و یکم پایین برو. اونجا یه نمودار می‌بینی که نشون میده مخاطبات چه ساعتی بیشتر فعالن. مثلا توی نمودار من صبح‌ها بیشترین ترافیک دارم. پس برای من بهترین زمان انتشار صبحه. ولی برای تو ممکنه فرق کنه. بنابراین پست هات رو بر اساس زمانی بذار که مخاطبات بیشتر آنلاینن. حالا بریم سراغ بخش دوم آزمایش. دفعات پست گذاری. اپلود فریکوئنسی. توی 2 کانال مختلف امتحان کردم. بعضی وقتا فقط 2 بار در هفته پست میذاشتم. بعضی وقتا هم تا 4 بار در روز. نتیجه چی شد؟ 4 بار در روز خیلی زیاد بود. نیمی از ویدیوها اصلاً توسط الگوریتم برداشته نمی شدن و کیفیت کلی محتوا هم پایین می اومد. از اون طرف 2 بار در هفته بهتر بود، ولی یه جورایی خسته کننده و کند بود. چون حس می کردم میتونم بیشتر تولید کنم. بهترین حالت برای من روزی 1 بار بود، چون هم فرصت کافی برای ساخت محتوای با کیفیت داشتم و هم به اندازه کافی فعال بودم تا دیده بشم. اما اگه حس می‌کنی روزی 1 پست برات زیاده، اشکال نداره، کمترش کن. فقط یادت باشه ثبات مهمترین چیزه. اگه زیاد فاصله بندازی بین پست هات، شتاب کانالت از بین میره و رشدت کند میشه.
پس اینم شد مجموعه توصیه‌های من برای ساخت شورت‌های وایرال. اگه میخوای بری سراغ تنظیمات مهم یوتیوب برای افزایش بازدید کنندگان، روی لینکی که توی توضیحات گذاشتم کلیک کن. خداحافظ.